سلام بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیون آسیای مرکزی. سرحد مهمترین خبرهای امروز: جسد عمر علی را به تشخیص به خاک می سپارند. ایوان شیربکوف را برای تشخیص وضع رویش به روسیه بردند. رهایی سردبیر مجله ادوکات و فخرالدین زاکیروف سابق وکیل دفاع زید سعیدوف. پارلمان تاجیکستان برای ساختارهای قدرتی زمینه حقوقی برای بستن سامانه‌ها و علاقه موبیل فراهم می‌آورد. پسر آقاخانی 4 در دوشنبه آژانسی نفت عاید به محیط زیست می‌کشاید. نزدیکان عمر علی نظروف که ساعت 8:12:00 در فرودگاه دوشنبه تشخیصگران تاجیک را انتظار بودند، تصمیم گرفتند که به تشخیص جسد کودک 5 ماهه را به خاک سپارند. طبری رسانه‌ها از فرودگاه دوشنبه اطلاع دادند نزدیکان عمر علی بعد انتظاری چند ساعته با جسد از فرودگاه به ناحیه فیض‌آباد رهسپار شدند، اما از وزارت امور خارجه زنگ زدند که ماشین یاری تعجیلی فرستادند. افرادی که با ماشین یاری تعجیلی آمدند پیشنهاد کردند که جسد عمر علی را تا ناحیه فیض‌آباد رسانند، اما نزدیکان این پیشنهاد را رد کرده با ماشین خودشان جسد را برای خاکسپاری به دهه سفیدارهای بابای ولی ناحیه فیض‌آباد بردند. چنانه که تقای طفل نقل کرد، نمایندگان سفارت تاجیکستان در روسیه اظهار داشتند که در دوشنبه باز تشخیص مستقلانه گذرانده خواهد شد. محمد شریف شریف فراوری مرکز جمهوری تشخیص سودی طبی و آزادگان گفته است در نیاد تابعش کمیسیا برای گذراندن تشخیص جسد عمر علی آماده است، ولی برای این قرار مقامات داخلدار از جمله دادستانی لازم است. نزدیکانش باید به پروکراتور مراجعت کنند و به ما در اساس قرار پروکراتور جسد را از تشخیص میگذرانیم. کمیسیای ما تیار است. یادآور میکنیم که عمر علی نظروف 5 ماهه شب 13 به 14 اکتبر بعد چند ساعت جدا کردن از مادر در بیمارخانه سیمبلین سنت پترزبورگ به طور مرموز درگذشت. دادگاه ناحیه اکتبر سنت پترزبورگ به دلیل نقض قاعده‌های بادوبوش مادر عمر علی زرینا یونسوف را از روسیه خارج کرد و دادگاه شهری نیز این قرار را به تغییر گذاشت. با وجود اعتراض جامعه مدنی روسیه و حامیان حقوق بشر که به اخراج زرینا یونسوف صدا بلند می‌کردند، مقامات روسیه این مادر جبردیده را شب 16 نوامبر از سنت پترزبورگ به دوشنبه روانه کردند. به نظر کارشناسان، بیرون کردن مادر عمر علی از روسیه با مقصد کاهش دادن دقت جامعه به این کردار غیرقانونی مقامات انتظامی روانه کرده شده است و این عامل باعث به فراموشی رفتن تحقیق پرونده مرگ طفل 5 ماهه تاجیک خواهد آورد. در همین حال، وکیل شورای فدراسیونی روسیه الینا میزولینا سنگدلی منصبداران را سبب مرگ کودک 5 ماهه تاجیک عمر علی نظروف نامیده است. خانم میزولینا ذکر کرده است و تحقیق فراگیری قضیه مرگ عمر علی نظروف پایفشاری خواهد کرد. وکیل با نشر یک اظهار در سامانه رسمیش گفت که درخواست‌های رسمی با طلب تحقیق قضیه این کودک 5 ماهه خانواده مهاجران تاجیک در شهر سنت پترزبورگ را به نام کمیته تفتیشات و دادستانی کل روسیه فرستاده است و می‌خواهد این مسئله را در نزد سناتورها در شورای فدراسیونی نیز بردارد. اگر لازم شود ما به برگزاری تحقیقات پارلمانی هم اصرار خواهیم ورزید تا در آینده چنین حالت‌ها اصلا پیش نیایند. گمانبر در قتل شاعره جابیروای 22 ساله برای تشخیص وضع روحیش به بیمارستان در یکاترینبورگ برده شده است. مقامات تفتیشاتی میگویند که او دوباره به تاجیکستان آورده می شود. ایوان شیربکوف، افسر پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان که در قتل زن 22 ساله تاجیک شاعره جابیروا گمانبر دانسته می شود، برای تشخیص به شهر یکاترینبورگ برده شده است. یک منبع نزدیک به مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه به رادیوی آزادی خبر داده است. در آنجا شیربکوف را تشخیص می‌کنند که واقعاً گرفتار بیماری روحی است یا نه. این منبع همچنین افزوده است که ایوان شیربکوف روز 13 نوامبر تاریخ خطسیر دوشنبه یکاترینبورگ همراه نمایندگان تفتیشاتی پرونده او به روسیه رفته است. وی بعد از تشخیص وضع روحیش باز برای ادامه تفتیشات به دوشنبه آورده خواهد شد، اما معلوم نیست تشخیص شیربکوف در بیمارستان حربی یکاترینبورگ چقدر ادامه می‌کند. ضرورت به تشخیص وضع روحی ایوان شیربکوف در حال به میان آمده است که احتمال روابط جنسی او با شاعره جابیروا و همین طور خبری بعضی از رسانه‌ها درباره گویارش که او نسبت به این زن 22 ساله تاجیک تایید نموده است. منبع به رادیو آزادی گفته است که در ابتدا میان آنها برای پرداخت مبلغ بحث صورت میگیرد
و در نتیجه شربکوف را ضربه سخت زده مجروح می‌کند. بعداً به خاطر آنکه شاعرش شکایت نبرد او را کشته جسدش را در داخل قوطی کاغذی انداخته در پرتابگاه می‌پرتاید. با نظرداشت چنین حالت‌ها مقامات تفتیشاتی ضرور شماریدند که ایوان شربکوف تشخیص روحی کرده شود. در گذشته نیز وقتی دو سرباز پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان ایلدار سخاپوف و فیودر باسیموف تکسیران تاجیک رحیم جان تشابویف را به قتل رساندند. برای تشخیص بیماری روحی برای 2 ماه به اکاترینبورگ برده شدند. بعدی به دوشنبه آوردن دادگاه ایلدار سخاپوف و فیودر باسیموف را از 13 تا 17 سال حکم زندان داد. فخرالدین زاکیروف سابق وکیل دفاع زید سعیدوف صاحبکار محکوم شده تاجیک با پرداخت 14600 سومانی جریمه از بازداشت رها شده است. در این باره به آزادگان یکی از دوستان زاکیروف خبر داده افزوده است که چندی پیش با قرار سود نایب فردوسی سعیدبک فاضلوف سردبیر مجله ادوکات و زاکیروف با پرداخت جریمه آزاد شدند. رها شدگان ماه آگوست سال روان برای طلب $5000 آمریکایی از یک ساکن دوشنبه با اتهام قلابی بازداشت گردیده بودند. قبلا پیوندان فخرالدین زاکیروف در صحبت به خبرگزاری آزادگان گفتند که قضیه‌ای که مقامات در آن زاکیروف را عیبدار می‌کند اساس ندارد، چون تماما در پرونده شرکت نداشته حتی هیچ تصوراتی درباره آن ندارد. این دومین بار است که فخرالدین زاکیروف از جانب مقامات بازداشت و رها می شود. بار اول او شب 6 مارس سال 2014 از سوی کارمندان آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا بازداشت شد و علیه او طبق ماده قلابی کودکس جنایی تاجیکستان پرونده بازگردید. زاکیروف بعد برگزاری چند مرافعه 3 نوامبر سال 2014 بر اساس قانون عفو رها شده بود. حکومت تاجیکستان لایحه تغییر و الافه‌ها و قانون درباره مبارزه با تروریسم را تصدیق کرده است که طبق آن در حالت‌های ضروری دسترسی به علاقه و اینترنت نه تنها در منطقه‌های علاهیده بلکه در تمام قلمرو تاجیکستان می‌تواند مسدود گردد. طبع دفتر مطبوعات مجلس نمایندگان خبر می‌دهد امروز در جلسه شورای مجلس نمایندگان در قطار دوسیه مسئله روزنامه همچنین لایحه تغییر و الافه‌ها به قانون درباره مبارزه بر ضد تروریسم مورد بررسی قرار گرفت که از جانب کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در موافقه با وزارت و اداره‌های دخلدار تهیه و پیشنهاد گردیده است. طبق تغییرات و ماده 20 قانون فعلی درباره مبارزه بر ضد تروریسم تغییر و الافه‌ها جاری کرده می شود که بر اساس آن با درخواست کمیته دولتی امنیتی ملی در منطقه عملیات ضد تروریستی اینچنین در تمام قلمرو کشور و یا منطقه‌های گوناگون آن خدمت رسانی توسط شبکه‌های علاقه برقی و استفاده بری واسطه‌های وابسته به آن می توانند موقتا بازداشت شوند. گفته می شود در صورت تصویب این تغییرات از سوی پارلمان مقامات قدرتی از جمله کمیته امنیتی ملی حق خواهند داشت که در منطقه عملیات علیه تروریستان دسترسی به علاقه الکترونی از جمله علاقه موبیلی، اینترنت و غیره را محدود کند. در همین حال کارشناسان ابراز می‌دارند که چنین تغییرات مخالف بندهای سرقانونی کشور عاید به آزادی دسترسی به اطلاعات و آزادی سخن بوده به واسطه مسائل تامین حقوق کنستیتوسیونی شهروندان را زیر سوال می‌گذارند. باید گفت که دسترسی به اطلاعات و آزادی سخن از شرطهای اساسی ساختار دولت دموکراتی به حساب رفته نقض این شرط را از جانب سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای پیشرفت غرب زیر نظارت جدی قرار دارد. شاهزاده حسین فرزند سومین آقاخان 4 با سفر 3 روزه در تاجیکستان قرار دارد. طبری از بنیاد آقاخان اطلاع دادند سفر شاهزاده از 16 تا 18 نوامبر ادامه خواهد کرد. او در مراسم تشکیل آژانسی نو آقاخان در امور محیط زیست اشتراک خواهد کرد. فعالیت آژانسی نو به حفظ مردم از آفت‌های طبیعی و مهیا کردن محیط زیستی بی‌خطر برای ساکنان روانه خواهد شد. مصاحب خبرگزاری آزادگان افزوده است که آژانسی جدید توسط فراهم آوردن شرایط‌های مالی و اجتماعی برای بهبودی محیط زیست مردم تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. منبع علاوه کرد که سفر شاهزاده به نواحی‌های کشور و ملاقاتش با نمایندگان دولتی در نظر نیست. راه‌اندازی آژانسی نو عاید به محیط زیست در حالی است که آفت‌های طبیعی سال روان در تاجیکستان ده‌ها کشته و صدها میلیون سامانی خسارات در پی آوردند. تماشابینان عزیز، این بود چند خبرهای مهم روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خداحافظ.